خدا قبول کند. خدا قبول کند. خدا این نمازم ما قبول کند. بچم خدا قبول کند. هجری چه خیلی جوره. یک لحظه برادران، هر وقت شما امر معروف میخواستید، این شب من این را میخواهم. بنشینید. داملا جان تگردم. بله استاد، ما تشنه سخنهای شما هستیم. مرحمت بنشینید. محترم جماعت، ببینید، چیزی را که ندیدید، چیزی را که در اصل نمیدانید، کی گفت و برای چی گفت نفهمیده. حکم برآوردن نادرست است، عیب است، گناه است. چی بوده است؟ عیب است استاد، گناه است. مگر من همیخیل گفتم؟ یک تا گفتم. لطفاً با دقت باشید. نادرست است، نادرست است، عیب است، عیب است، گناه است. گناه است. اکنون با شما یک کس خبر آورد. باید ببینید او کیست و چی نیت دارد، چی درد دارد. تا اینها را نفهمید به او باور نکنید. تهمت است یا نه، اساس را ندانستن نباید باور کنید. تهمت مانند کیرم است که درون میوه را میخورد و ما باشیم حتی از این خبردار نمیشویم. بله داملا، بسیار مثال خوب. میدانید این چی دفتر است محترم جماعت؟ این دفتر از استادتان به شما یادگاری مانده از داملا زیا. بله. من از این دفتر یک حدیث را از پیامبر گرامی قدرمان میخواستم نقل کردم، معنایش را به شما فهمانم. پیامبر عزیزمان درود خدا با او و آلش در این حدیث چنین فرمود: از راه راست کنده نشوید. راه راست شما را خوشبخت نموده به جنت میبرد. دروغ گویی نکنید. دروغ آدم را به گناه، گناه به دوزخ میبرد. ببینید، در دیگر حدیث باشد پیامبر عزیزمون فرمود روز قیامت برای بر دروغ تهمت کردن یک برادر مسلمانت بسیار سخت عذاب میدادند. چی بوده است محترم جماعت؟ عذاب شدید بوده است. کی را عذاب میدادند؟ کی را عذاب میدادند محترم جماعت؟ مرا مگر گوش نکرده؟ و ایرانی تهمتچی را. تهمت چی؟ دروغگو و کسی که بیگناه دیگر کس را گناهکار می‌حسابند. امک جان گوش کنید، من یک بار دیگر میپرسم. من یک زن را میجویم. این محنه پوری زن است. او کدامشو میجویه؟ قدش انا این قدر است. قد همه زن ها همین قدر میشود. یک زنی در سرش رویمال لباسی دهاتی دارد. نصف زنهای این محله کرته و رویمال میپوشند. بعد تمام امک جان فراموش کنید، گویا که من شما را نپرسیدم. مرحمت گیرید. چی گیرم؟ منظرین نرخش چند بوده است؟ 20 سومو. برای شما 19 سومو. سرت سفید امک، یک دانه منظرین خیر کنی میمری. برای کار امکی رحمت. کنی بینیم در چندم آشیانه زندگی میکرده است این زن. به خانه‌ات خوش آمدی. سراغت را به کلتکل از جان روان کنم. بله، این بود موضوع این شام ما. با همین تمام محترم جماعت. داملا خدا از شما راضی باشد. تشکر. اکنون همتان از پی کار و بار خود شوید، به نزد فرزندانتان روید. تشکری زیاد استاد. یا بسم الله. داملا شبتان بخیر باد. هجری پگاه در یگان جا آش نهار نیست؟ در محله بالا. باز تنها نرویم.